بسم الله الرحمن الرحیم الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چند دقیقه گام به گام کمی با قرآن آشنا شیم. از اول قرآن که شروع کردیم به این جمله رسیدیم: مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین، خدایی که مالک روز قیامت. خب خدا مالک روز قیامته، میگه مالک دنیا نیست. چرا؟ مالک دنیا هم هست، منتها تو دنیا چون یک ابزار و وسایلیه، ما سرگرم با زور و پول و رشوه و پارتی و زبون و فامیل و قدرت و چون اینا دورمونه فکر میکنیم با اینها ما مالکیم. اونجا که انسان همه چیز از دست میده، نه هیچ کاره، بعد فهمم مالک حقیقی خداست. مالک یوم الدین یعنی مالکیت در قیامت برای انسان جلوه میکنه. گاهی وقتا حوادث انسان رفیقاشو میشناسه. تا انسان پول داره، دو شکل داره، دو زور داره، دو محبوبیت داره، همه سلام یا الله بفرما، قربون برم، مخلصم، چاکرم. اما همه که یک حادثه برای انسان رخ داد همه فرار میکنن. بعد مادر فقط به سراغ آدم میاد. آدم میفهمه که او کسی که دوستیش ابدیه و همیشگیه مادره. باقی رفقا یه بار مصرف، یه هفته مصرف، 2 سال مصرف، 10 سال مصرف، 20 سال مصرفه. او کسی که از قبل از تولد آدمو دوست داره تا بعد از مرگ، اون مادره. همسرم وسط کار رفیق میشه. از 20 سال 30 سال که آدم ازدواج که همسر آدمو دوست داره. قبل از ازدواج همسر دوست نداره همسرشو، چون همسر نشدن که هم دیگه دوست داشته باشن. یعنی جلوه محبت مادر در وقتی است که همه رها میکنن میرن، فقط مادر میمونه، یا همسر میمونه، یا فرزند و خواهر و برادر میمونه. در دنیا خدا مالکه، اما مالکیت خدا رو ما دیر احساس میکنیم. یعنی غیر خدا چنون زرق و برقامون گیج میکنه. ولذا وقتی خوب شدیم، از بیماری نجات پیدا کردیم، شفا پیدا کردیم، میگیم خدا پدر دکتر بیامرزه، چه دارو خوبی بود، چه آمپول قشنگ آمپول اثر کرد. نمیگیم خدا در این آمپول اثر گذاشت. در دنیا ما ابزار و وسایل نمیذاره بگیم خدا، میگیم ابرها بالا رفته، تراکم ابرها، فشار ابرها، هی ابر میکنیم، باران رو از ابر میدونیم. یعنی ابر نمیذاره ما خدا رو ببینیم. این لامپ که روشنه نمیذاره ما توجه به کارخونه برق داشته باشیم. هی میگیم چه لامپ خوبی، چه مهتابی خوبی. در دنیا جلوه ها نمیذاره ما مالکیت خدا رو خوب با تمام وجود لمس کنیم. ولذا روز قیامت همه چیز قیچی میشه. چی قیچی میشه؟ اسباب قیچی میشه. به چه دلیل؟ قرآن میگه تقطعت بهم الاسباب. سوره بقره آیه 166. همه اسباب قیچی میشه. انساب از بین میره. فلا انساب بینهم. سوره مؤمنون آیه 101. اسباب قیچی میشه، انساب نسبت ها قیچی میشه. مال و فرزند کارایی دیگه نداره. لا ینفع مال ولا بنون. بستگان و نزدیکان فایده ای ندارن. لن تنفعکم ارحامکم. ارحام دیگه نفعی ندارن. زبان اجازه عذرخواهی نداره. فلا یؤذن لهم فیعتذرون. اجازهش نمیدن عذرخواهی کنه. عقل و فکر دیگه فرصت تدبیر نداره. اون روزی که سلطنت دیگه کارایی نداره، هلک عنی سلطانیه، اون روز آدم فهمه عجب، عمرش رفت، قدرتش رفت، فامیلش کارایی نداره، بستگانش کارایی نداره، با زبونش نمیتونه زمین آسمون رو به هم بدوزه، کارشو با زبون چرب و نرم پیش ببره. اونجا میفهمه عجب هیچ کسی نداره. اونجا آدم احساس میکنه که خوب، آدم احساس میکنه بی کسی رو. مالک یوم الدین. یوم الدین یعنی چه؟ دین معانی مختلفی داره.
هر کسی هر راهی داره دینشه، ولذا خدا به کافران میگه لکم دینکم ولی دین. لکم دینکم یعنی راه شما مال خودتون، یعنی دین به راه هر کسی یه راهی داره. از آدم بی دین ما نداریم. بالاخره چه غذایی می‌خوری، چه لباسی می‌پوشی، با کی رفیقی، چی میگی، چه جور فکر می‌کنی، هر کسی اون راهی که داره دینشه. دین یعنی همون راه. منتها دین حق داریم، یعنی راه حق و راه باطل داریم. یعنی هر کسی میره اون که جلو پاشه جاده، منتها جاده درسته یا انحرافی. لکم دینکم، به کفار میگه دین. منتها مالک یوم الدین خود قرآن یوم الدین رو معنا کرده. میگه یسالونک ایان یوم الدین، یسالونک ایان یوم الدین، سوره زاریات آیه 12. میپرسن ایان یوم الدین، روز قیامت چه وقته؟ یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. اینجا میگه یسالون ایان یوم الدین. میگه ثم ما ادراک ما یوم الدین، میگه یوم الدین روز قیامت، یوم لا تملک نفس شیئا، روزی است که هیچ کس برای کسی کارایی ندارد. والامر یومئذ لله، آن روز تنها حکم و فرمان با خداست. خود قرآن یوم الدین را گفته روز قیامت، پس مالک یوم الدین یعنی خداوند مالک قیامته و ما در نماز باید یاد قیامت باشیم. این که مالک یوم الدین بغل رب العالمینه، چون رب العالمین الرحمن الرحیم، بعد از الرحمن الرحیم میگه مالک یوم الدین. چون خداوند مربی باید بیم امید و پلوان بذاره، نه اینقدر امید بده که مردم جرأت گناه پیدا کنن، نه اینقدر بترسونه که مردم مایوس شن. خوف و رجا و بیم امید باید با هم باشه. در الرحمن الرحیم رجا بود، امید داشته باشید، خدا سرچشمه رحمته. اما میگه مالک یوم الدین، روز قیامت هم هستن. و در آیات قرآن بسیاری اینا رو پلوام گذاشته. مثلا میگه انی انا الغفور الرحیم، بعد میگه و ان عذابی هو العذاب العلیم، قطعا من میبخشم و رحمت میکنم، اما عذاب منم عذاب دردناکیه. قابل التوب، توبه رو قبول میکنم، اما میگه شدید العقاب، عقابم شدیده. اینجا میگه الرحمن الرحیم، بعد میگه مالک یوم الدین. اگر در جمله قبل گفتیم خدا سرچشمه رحمته، در جمله بعدم میگیم خدا مالک یوم الدینه، یعنی فمن یعمل مثقال ذره، ذره خیر و شر باشه حسابشو میرسیم. هم منشأ رحمه، هم باید حواستون رو جمع کنید. عین پدر و مادر، پدر و مادر رو هم آدم بهش امید داره، بچه که دستش دست باباشه دلگرمه، اگر آدم هرزه‌ای هم نگاش کرد چون دستش دست باباشه دلگرمه. اما همین بچه که به پدر و مادر دلگرمه، از پدر و مادر حراس هم داره که اگر یه بار خلاف کنه پدر و مادر تنبیهش میکنن، توبیخش میکنن. یعنی باید چطور ما نسبت به پدر و مادر هم امید داریم و دلگرمیم، هم نگرانیم که نکنه ایشون عیبمونو توبیخ کنه. خداوند الرحمن الرحیم، منشأ رحمته، اما مالک یوم الدین. خب خداوند متعال به چند دلیل قابل عبادته. چون در سوره هم میگیم الحمدلله. چرا الحمدلله باید ستایش بکنیم؟ به خاطری که الله یعنی همه کمالات داره. کلمه الله اسمی است که یعنی تمام کمالات در الله هست. الحمدلله، تمام کمالات در خدا هست. پس به خاطر کمالاتش الحمدو، به خاطر که احسان به ما کرده رب العالمین، به خاطر امید و انتظاری که بهش داریم الرحمن الرحیم، به خاطر قدرت هیبتی که داره مالک یوم الدین. یعنی به چند دلیل ما باید از خدا تشکر کنیم. ببین شما تو خیابون، تو بازار و کوچه و مزرعه و روستا و شهر به بعضی میگی سلام، مخلصم، قربونت برم. میگی کیه؟ مثلا میگی دیروز به ما محبتی کرد، ماشین ما تو جوب افتاده و هول داد، پول بستنیمونو داد، وام به ما داد، دیروز محبتی به ما کرد. چون دیروز یک لطفی دیدی، امروز میگی سلام، مخلصم. یا الان به شما یک گلی میده، محبت میکنی، میگی سلام، مخلصم. یا امید داری فردا ازش کمک بگیری، میگی سلام، مخلصم. ما که تو خیابون میگیم سلام، مخلصم، یا لطفی از دیروز دیدیم، یا الان لطف میبینیم، یا فردا لطف میخوایم ببینیم. اگر برای لطف دیروز یا الان یا فردا تشکر میکنیم، الحمدلله، تشکر کنیم از خدا که در دیروز رب العالمین، الان الرحمن الرحیم، فردا مالک یوم الدین. هم دیروز ما رو تربیت کرد تا اینجا رسونده، الان هم داره تربیت میکنه. دیروز امروز نداره، همین امروز هم همینطوره. الان هم لحظه به لحظه
اگر یک آن برق به لامپ نرسه، لامپ از خودش نور نداره. یک لحظه لطف و اوقات بشه همه چیزی اگر آنی کند نازی، فرو ریزد قالبها. دیروز ما را تربیت کرد، الان هم در حال تربیت هستیم، الان هم لحظه به لحظه از سرچشمه رحمتش فیض میبریم، فردا هم مالک یوم الدین. ما که بره یا دیروز یا الان یا فردا تشکر میکنیم، تشکر کنیم از خدا که هم دیروز ما و هم الان ما و هم آینده ما سر کار ما با اوست. این مقدار کافیه برای مالک یوم الدین. بریم سراغ جمله بعد، ایاک نعبد. فعلا با شما خداحافظی میکنم و السلام علیکم و رحمت الله.